بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان عزیزان مهربانان. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی و گیتی پهناور که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتون باد و همون گونه ای که فضای خارج از خانه به اندازه کافی گرم هست، فضای داخل خونه شما گرمتر از فضای خارج از خونه باشه. احساسات، عواطف و رابطه و محبت شما، نه که دما که انسان رو دیگه حوصله و اعصاب انسان رو سر میبره. ما هم در داخل استودیو همچین فضایی رو با شما داریم تجربه میکنیم. هم ماشاءالله فضا صمیمیت و محبت و سلام علیکم ما با دوستان گرم است و هم فضای داخل کولر رو خاموش کردن داره گرم میشه. هر دوتاش داره گرم میشه. انشالله که این گرما در برنامه تاثیر خودش رو داشته باشه در اجرای ما، در بهتر اجرا شدنش و گرمای دما ما رو اذیت نکنه که شما هم اذیت نشید. با شما هستیم یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل و موضوع جدید و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز، کارشناس دائمی برنامه دیگه، کارشناس دائم برنامه ما، در خدمت جناب دکتر خواهیم بود. من در ابتدا به نمایندگی از شما عزیزان سلام‌های گرم شما رو تقدیم می‌کنم و خوش آمد میگم به جناب دکتر در برنامه امروز. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و هم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و همچنین البته شنوندگان عزیز رادیو جهانی پیام اسلام. البته اینقدر گرم گفتی که آدم یادش رفت که موضوع ما هم امروز یه موضوع گرمی که نیست، داغ هست و امید هست که عزیزانی که با ما همراه هستن یه مقداری با ما را تحمل کنند. ما هم قول میدیم که اونا رو هم تحمل کنیم، چون موضوع بسیار خیلی حساس هست، موضوع جووناست. حالا من میخوام که هم جوونا ما رو همراهی کنند و هم جوونای امروز و هم جوونای دیروز و اگه جوونای فردا هم خواستن ما رو همراهی کنند اون هم اشکالی نداره که به هر حال این مسیر رو طی خواهند کرد و این تجربه زندگی و این مفاهیم رو باید مد نظر داشته باشن. حالا شما جز جوانان امروز یا جوانان دیروز؟ جوونی همیشه برمیگرده به اون احساس. اینو در برنامه امروز هم روش زیاد تکیه خواهیم کرد انشالله که شما چه بخواید، چه تصور کنید همونی. خیلی جالب از در یکی از روایت ها اومده که اون چیزی که شما به زبان میارید همون تحقق پیدا میکنه. یعنی یه چیزی که به اصطلاح واسه همین ما میگیم که همیشه باید انسان مثبت اندیش باشه. تصور کنید مثلا حضرت یعقوب علیه السلام دلهرش رو چی بود؟ بچه‌مون مواظبش باشید نکنه که گرگ بخوردش. آخر چی شد؟ اومدن گفتن گرگ خوردش. از همون چیزی که نگرم از اون چیزی. بعد دیگه مثلا الان دیگه واهمه داشت ترس داد از بچه دومش، اونم رفت و نیومد. خب حضرت یوسف علیه السلام خودشون رب السجن احب الی مما، یعنی در این مأزقی که قرار گرفته بود اومد گفت که بابا یکی از یک به اصطلاح هر دوتاش بعده، اما خب زندان برم بهتره. در یکی از باز آثار اومده که بله اگر یوسف از ما زندان خواستی برودیم زندان، اگر از ما عافیت میخواستی خب حتما عافیت رو نصیبت میکردیم. پس همیشه باید اون احساس رو در خودمون به وجود بیاریم. که جوانی من که احساس میکنم که هنوز نوجوانم، جوانی هم هنوز در مسیر انشالله. راست گفتن که پیریان نیست که آید موی سپید بر سر، هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است. امروز از عشق گفتیم و از عشق میخوایم بگیم به همراه شما عزیزان و از موضوعی بسیار داغ که بسیار ذهن و هوش و دل و حواس جامعه ما رو به هر حال مشغول کرده، چه جوانان و چه به تعبیر جناب دکتر جوانان امروز، چه جوانان دیروز، چه جوانان آینده هم که طبیعتاً با این موضوع درگیر خواهند بود. بحث انتخاب همسر، بحث انتخاب
یار زندگی، بحث انتخاب رفیق عمر. میخوایم امروز با شما درباره یک موضوع صحبت بکنیم با عنوان همراه زندگی، یا حالا هر تعبیر دیگری که بخواید استفاده بکنید، حالا هر تعبیری که ما احمد نوشت همون رو ما قبول میکنیم. موضوع کلی ما انتخاب همسر و رفیق عمر و همراه زندگی است. چه صفات، چه ویژگی هایی برای همسر آینده خودمون باید مد نظرمون باشه؟ من به عنوان یک جوان، من نوعی میخوام که یک همسری برای خودم انتخاب بکنم، چه حالا مردی، آقا پسری، چه دختر خانومی. آقا پسر میخواد بره ازدواج بکنه و حالا مونده که چیکار بکنم، چه صفاتی، چه ویژگی هایی داشته باشه. و همچنین دختر خانومی خواستگار داره و حالا به چه کسی باید جواب بده و چه کسی رو قبول بکنه به عنوان همسر آینده خودش. اصلا در این میان نقش اون چیزی که ما الان در جامعه میشنویم و به نام عشق مطرح میشه و حالا من عاشق شدم و من فلانی رو میخوام و من اونو دوست دارم و یا فلان برج که خودم رو اگه ندن پرت میکنم پایین و من اونو میخوام اون منو نمیخواد و من اونو نمیخوام اون منو میخواد و از این شعارا و از این سر و صداها، بی تو هرگز، با تو بابام نمیذاره و امثال این تعابیری که در جامعه استفاده میشه و در حال حالا با یک مقداری چاشنی طنز. البته چه صفاتی برامون مهمه اگر بخوایم انتخاب بکنیم؟ شاید بسیاری از جوانان عزیزی که بیننده ما هستن و همچنین والدین محترمشون این دغدغه رو دارن که عروسی که میخوان به خانه خودشون بیارن یا دامادی که با اون یک پسر و فرزند جدید به خانه اضافه میشه چه صفات و چه ویژگی هایی داشته باشه. اجازه بدید از موضوع احساس و عواطفش با جناب دکتر صحبت کنیم. جناب دکتر، از وقتی که صحبت از ازدواج میشه و صحبت از انتخاب همسر میشه، صحبت از انتخاب در حال شریک زندگی میشه، اولین چیزی که الان توی ذهن خیلی از جوانای ما خطور میکنه و به وجود میاد مقوله به اسم عشق، که حتما من باید عاشقش باشم، حتما باید عاشق شده باشم، حتما باید این احساس در وجودم باشه که بتونم زندگی بکنم و ازدواج بکنم. از همینجا اجازه بدید آغاز کنیم موضوع. نظرتون چیه تیم؟ من میخوام که گفتیم که از ابتدای برنامه که جوونا خواهشاً ما رو تحمل کنند، زود از کوره در نرن و تا آخرش با ما باشن. آخرش اگه حرفمون معقول نبود اون وقت با ما دعوا کنن، اما اگر حرف نشستیم صحبت میکنیم. آهان وقتی که میایم به آمارها نگاه میکنیم، البته ببخشید میان کلامتون، به خاطر اینکه حق بینندگان محفوظ باشه، عزیزانی که نظری دارن، پیشنهادی، انتقادی دارید، در خلال برنامه میتونید ان شاء الله از راههایی که براتون اعلام خواهد شد، از طریق SMS یا از طریق واتساپ یا تلگرام برای ما پیام بفرستید یا با کامنت گذاشتن در صفحه فیسبوک سفره دل و در قسمت پایانی حتما مطرح خواهیم کرد نظرات و پیشنهادات، انتقادات شما رو. چون جناب دکتر فرمودن که حق شما محفوظ است، گفتم که میتونید با ما مشارکت بکنید. بله جناب دکتر بفرمایید. بله ببینید، آمارهایی که در جامعه هست میگه که آقا قریب به اتفاق ازدواج هایی که بر مبنای عشق و عاشقی بوده به طلاق کشیده. این عشق و عاشقی که ما تعریف میکنیم، همین عشق و عاشقی که تو جامعه هست مده. خب قریب به اتفاق یعنی اکثریت، خیلی به ندرت اتفاق افتاده که ازدواجی مبناش عشق و عاشقی بوده آخرش به طلاق نکشیده، که این همون درصد کمش هم با طلاق عاطفی روبروست و به اصطلاح گریبانگیرش هست. خب مشکل کجاست؟ یه نقطه دیگه هم داریم، البته ازدواج‌های دیگه ای هم داریم ما. ازدواج دیگه ای هست که آقا ازدواج کرد، چرا؟ به هر حال پدر و مادر و خانواده این رو مناسب دیدن، منم اعتراضی نداشتم، ازدواج کردم. خب نمیدونم دختر عموم بود، دختر همسایه بود، وضع حالی نداشتن، دختر میموند، دلم سوخت، گفتم برم ازدواج کنم. خانمی بود، بیوه‌ای بود، نمیدونم دختری بود، ترشیده بود، فلان بود، علان بود، از این حرفا. یه مبانی انسانی بود، بر این مبنا من ازدواج کردم. مبانی صله رحم بود، مبانی یک ارزش‌های خاصی داشت
من این ارزش ها رو دنبالش بودم، ازدواج کردم. خب این اما اینی که این ازدواجایی که بر مبنای این یک نوع ارزش میاد، بر مبنای یک نوع احترامی هست که حالا این در چه سطحی هست به اصطلاح اون ریتم اجتماعی دایر در اون خانواده، قریب به اتفاق این ازدواج ها در بعد از 2 سال به عشق مبدل شده. این حرف من نیست، تجربه است. این تجربه روز هست، این تجربه جامعه شناسا هست، کسایی که در این بحر هستن. خب این حرف اوناست، آمار هاست که گویای این حرف هست. حالا پس این عشق چی شد؟ ببینید همیشه عشق پشت دیوار هست. یعنی چی؟ یعنی اینی که یه چیز ظاهری هست، من میبینم این دکور ما خوشگله، خب؟ اما اگر این دکور رو ما میگیریم بریم تو خیابون بشینیم باش، دیگه این زیباییشو از دست میده، همه مسخره‌مون میکنن. این دکور نیاز به یک چیز داره، یک به اصطلاح محوطه خارجی داره، یه دیواری داره تا از این حمایت کنه، حفاظت کنه. یه سقفی میخواد، یه فضایی میخواد. در این فضای سقف و این حمایت بیرون این زیباییشو پیدا میکنه. اما اینی که من بیام به اصطلاح طرف رو یه بار دید، تو همکلاس بودیم، فلان بود، 2 تا از حرکتاشو دیدم، فلان شد، عاشق شدم. این ببینید چی هست؟ این بذارید من این رو تشبیه بدم به چی؟ به یه معتاد. خب معتاده چی کار میکنه؟ یه دود میزنه، کجا رفت؟ همه اون میره فضا میره. خب میره توی کره مریخ میره. این مشکلات زندگی، نمیدونم واقعیت روز، همه این رو فراموش میکنه. یعنی حقیقت ها رو نمیبینه و چون این حقیقت ها رو نمیبینه و درگیر نیست با اونها، احساس میکنه آروم شده، احساس آرامش میکنه، احساس سعادت میکنه، احساس میکنه که واسه خودش کسی شده. خب این به خاطر چی هست؟ به خاطر یک نوع هورمونایی در جسم فعال میشه، یک نوع تغییر و تحولاتی در جسم به وجود میاد. یک تلقینه، تخیل. این تخیلات از داخل میاد دیگه. یک نوع الان هم افرادی که به اصطلاح بیماری خاصی دارند، آقا دغدغه دارند، آقا فلان دارند، میگیرن دکترها چه بهش میدن؟ یه قرصای آرام بخشی بهش میدن. اینی که هی دغدغه داره فلان داره، این قرصا میگه خای خوشحال میشه، میخنده فلان. چی شد؟ یه نوع تغییر و تحولات هورمونی داخلش به وجود اومد. خب این دختر خانم یا آقا پسری که همچنین حالتی داره، ببینین این کی هست؟ این ممکنه مثلا یه نوع بیماری‌های خاصی داره در داخل خودش هم خبر نداره. مثلا کمبود عاطفه داره. در محیط خانوادگی این کمبود عاطفه داره. اومد یه جوونه که براش لبخندی زد، یه دختری لبخندی زد، نمیدونم یه دختری از دور عکس قلبی رو براش نشونه رفت، یه نمیدونم آقا پسری بوسه ی هوایی زد. این دیگه هوری میافته که چی منو دوست داره، عاشقمه، عاشقش شدم. این بس برگشت به یه چیزی پشت صحنه، یک کمبود. آیا احتمال نداره که این احساس در فضایی که حتی کمبود عاطفه هم نیست، یعنی شخص از طرف خانواده و حتی مثلا والدین پدر و مادر خیلی مورد توجه و محبت بهش میشه، باز هم این اتفاق بیفته؟ خیلی چطور؟ طرف تو کوچیک بود، خب همسایه اومد دیده دختر خانم اینجا بازی میکنه، دخترم بیا 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 بیا، یه شکلاتی بهش داد. این چهره این آقا هر روز براش یه شکلاتی میداد، هر روز بهش محبت میکرد، عمو، خاله، دایی، دوست، عزیز، خیش، فقط خوبی ها رو میبینه، محبتاشون رو میبینه. چهره این تو ذهن این یه چهره ملکوتی است، یه چهره زیباست، فرشته است، خوبه. این در عقل باطن هست. حالا مثلا شاید اون شخص اصلا از یادش رفته، اسمش هم یادش نیست. از بخت قضا این دختر خانم یه آقا پسری رو دید که این قسمت بینیش با همون تصویر قدیم میخوره. یهو شیفتش میشه، خودش نمیدونه چرا شیفتش شد.
ولی این تصویر اون رو به یاد شخصی میاندازه که قبلا نزدش محبوب بوده. شاید اصلا به یادش نندازه، ولی یک پیش زمینه‌هایی در ذهنش هست، احساسی ارتباطی بین احساس قلبی و این شخص هست. شما میبینید یه وقتی هست که شما یه کسی رو تا میبینیش اولین بار تو زندگیش دیدی، اولین بار این آقا رو میبینی، اما یه احساس میکنی که خیلی آشناست، احساس یک صمیمیتی میکنی. این صمیمیت از چی هست؟ خیلی وقتا از اینه که این تصویر با یه تصاویری دیگه، شاید ترکیب تصاویری دیگه، خب مثلا این ای بابا این قسمتش میخوره به بابا بزرگ، خدا رحمتش کنه، خب این قسمتش شبیه نمیدونم دایی جونه، این چونهش شبیه اون رفیق بابامه. اینا ترکیبی شد، ترکیب از 3 فردی که من دوستشون دارم، احساس میکنم این آشناست، احساس میکنم دوستش دارم، من شما رو قبلا ندیدم. خب و وقتی هم باش حرف میزنیم با یک لطافت و چی. این جوونی ما همینه. یه بنده خدایی دید از شکلش خوشش اومد، خیلی با مادر شبیه، با نمیدونم یه تصوراتی، حالا این شاید به افرادی که تو زندگی هستن و خیلی وقتا نه به افرادی که تو زندگی هستن، به افرادی که این شیفتش میشه. یه بازیگر تلویزیونی هست، خب یه خانومی هست که نمیدونم برنامه معینی در تلویزیون داره، این از این برنامه خوشش میاد. حالا یه دختری هم دید تو خیابون، تا حدودی ذهنی این تو برداشت کرد که مثل اونه، خواهناخواه یه نوع محبتی، یه نوع میلانی به وجود میاد. این فکر میکنه که الان عاشقش شدم. خب عاشقش شدی. هر وقتی حالا این هم برای پدر مادرها و هم برای دختر خانوما آقا پسرها، هر وقت دختر خانومی یا آقا پسری گفت که من عاشق فلانی هستم، یعنی این دختر خانومی این پسر رو دستشو نگه دارین، اینا هنوز پخته نیستن، این هنوز بچه است، درک نمیکنه. این داره به اصطلاح مثل همون کسیه که یک قرص آرام بخش خورده. یعنی میفرمایید نباید به این احساس اعتماد کرد، نه خودمون اعتماد کنیم، نه دیگران باید به این بذارن که رشد کنه. خب چرا؟ چون که یه چیز یه عشق وهمی هست. خب این عشق وهمی وقتی میاد تو میدون، نتیجه چی میشه؟ همین آمارای بزرگ بالای طلاقی که از این به اصطلاح عشقا به وجود میاد. این میلانی که شما میفهمید، این میلان و علاقه‌ای که ایجاد میشه در قلب نسبت به این فرد، الان به خاطر اینکه احساس میکنه، شما میفهمید چون واقعیت نداره باید جلوش رو گرفت، و یا نه احتمال اینکه چون پخته نیست، یعنی شاید استمرار نداشته باشه. این حتما استمرار نخواهد داشت چون پخته نیست. یعنی خب الان ما چیکارش کنیم؟ این یه نوع اول چیزی به وجود اومد، یه نوع ارتیاح هست، یک نوع احساس آرامش هست. من از این تا میبینمش خوشم میاد، احساس خوبی من دست میدم. این احساس خوب رو بچهای ما نمیفهمن، فکر میکنن این عشقه، در حالی که این پله اول عشقه، تازه اول راهه. بعد از این شاید برگردیم. یعنی پله تصمیم برای شروع کار. بله. بسم عشق. این مسئول بسم عشق. اسمش نباید عشق باشه. اما چون که این مسیری هست که امکان داره به عشق برسه، ما از اول راه گول خوردیم. مثل یه سراب. یه سرابو دید از دور، گفت آبه. تا اونجا بریم، اونجا که رفتیم میفهمیم آبه یا نه. الان از اینجا وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم واقعا آبه. بله دقیقاً. خب ولی وقتی که به اونجا میرسیم میبینیم نه، هیچی نبود. فقط احساس میکردم که آبه. خب حالا این مرحله بعدش چیه؟ مرحله بعد از این احساس آرامش، ببینید احساس آرامشی میری میگی که من یه دختر رو خیلی دوستش دارم. چطور؟ تلفن کرده بود، شماره اشتباه گرفته بود، خب خیلی از صداش خوشم اومد، لطیف تو که ندیدیش. از صداش خوشش اومد. چرا از صداش خوشش اومد؟ مگه صداش قناریه که بخونه؟ یه نوع لطافتی داشت. این لطافت از چیه؟ این آقا پسر کیه؟
این آقا پسر همون آقا پسریه که توی آغوش یه مادری تو کوچیکی بزرگ میشد که این مادری که اصلا صداش قلمبه سلمبه است اینجا که میومد میگفت اون بچه هم نازنازیم جون جونک مامان، همین مادره صداشو نازک میکرد، لطیف میکرد. اطرافیان این لطافت کودکی که تو ذهن این کودک هست از این صدای خوش، این عاشق این صداهاست. حالا یه دختری صداشو باری کرده، برای چی در تعالیم دینی روی این مسائل بحث میشه؟ فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول یعنی چی؟ قلبه مرض. نازک کرشمه و ادا در صدا دیگه، همین نازک کردن و نازک کردن که چی؟ این نازک کردن طرف گول میزنه، چون تاثیر میذاره در مستقیم در قلب شخص. تأثیرش یکی از اسباب تأثیرش همینه که این آقا پسر خب یه دیروزی بچه بود. خب این مسائلی که اتفاق افتاد تو زندگی، فکر نکنیم که به صلاح چیزایی که تو کوچیکی ما اتفاق میفته ما بزرگ بشیم فراموشش میکنیم. ما چیزی رو فراموش نمیکنیم، همه میره توی بایگانی. بابا یه کامپیوتر پلاستیکی وقتی چیزی توش ضبط میکنیم هرگز میگن پاک نمیشه، میره آقا فرماتش میکنی فلان میکنیم، بعدا میندازن این برنامه دیگه همه رو برمیگردونن. حالا من که یه حافظه ای دارم میدن الله هست، این که میدن چین هست. خب پس این چیزا میمونه تو حافظه. اصلا در زبان شناسی ما یه موردی داریم که اصلا چیزی به نام فراموشی وجود نداره. شما یه متنی رو تو کودکی حفظ کردی، الان تو تصور خودت کلن اونو نداری. در علم زبانشناسی امروز اسم علم اسلوب بهش میگن، میاد طرف یک کتابی مینویسه، شما به عنوان یک اسلوب شناس میایید کتابو میخونید، اولین حرفی که میزنید میگید آقا نویسنده این کتاب مسلمونه، نویسنده این کتاب قرآن حفظ داشته، نویسنده این کتاب نمیدونم شعر امام شافعی رو حفظ داشته. از کجا فهمیدی؟ از سبک نوشته که این جمله یعنی این به اصطلاح بسته‌بندی این جمله، حالا قالب شناسیش قالب این جمله برمیگرده به شباهتی نیست توش، قالب بندیش مثل فلانیه. الان میری میپرسی که بابا شما این شعر امام شافعی رو حفظ داری؟ میگه اصلا من اسم امام شافعی رو نشنیدم. برمیگردی بله این کلاس اول ابتدایی شعرهای از امام شافعی حفظ، این شعر رو حفظ کرده. خب این دقیقاً در ما همین طوریه. حالا این آقا پسر اومد همچنین کرشمه و نازی رو شنید، این برمیگرده به همون به اصطلاح بک‌گراندش که هست، همون خلفیه‌ای که داره، همون پیش زمینه‌هایی که بود، الان عاشق میشه. این مرحله رو طی کرد، به مرحله چی میرسه؟ میرسه به مرحله تمایل. اول یک احساس آرامش بود، الان یه تمایلی به طرف اون داره. اینجاست که دیگه باز هم گول میخوره، یا منو این میدید یا هرگز ازدواج نمیکنن، یا منو با این یا میرم خودمو میکشم. خیلی ها میرم خودشون میکشن. آره میکنن. یه دانشجویی داشتم خیلی پسر مؤدبی هم بود، یه روز دیدم چی شد، گفتن آقا فلانی خودشو آتیش زده. چرا؟ گفتن که از پدر مادرش گفته که نمیدونم دختر همسایه رو میخوام، منو میدید خودم آتیش میزنم، نمیدید آتیش میزنم فلان، و آخرش هم آتیش زده بود. بعد رفتم بهش، قبل وفاتم کرد بیچاره. گفتم که چی شده؟ میگه من نمیخواستم آتیش بزنم، میخواستم اونا رو بترسونم. بنزین ریختم رو خودم، کبریتو گرفتم، گفتم اونم فکر کردن من شوخی میکنم، آتیش زدم، آتیش گرفتم. این مرحله است، مرحله‌ای که یک نوع تمایلی پیدا کرده، حالا فکر میکنه که از این نمیتونه بکشه. خب حالا جناب دکتر، حالا همین که شما فهمیدید، مثلا وقتی طرف دست میزنه حتی به خودکشی، یعنی بعضی وقتا احساس چنان پررنگه، واقعا چنان پررنگه که در مقابل خانواده وای میسته، در مقابل خواسته های خودش وای میسته، حاضر تمام آنچه که داره فدا بکنه تا به این احساس برسه. آیا قدرت این احساس و این همه پررنگ بودن این نمیشه، اینجا رو نداره که ما ازش حمایت بکنیم، بشه ارزش بدیم؟ یعنی واقعا نیرویی که قابل توجهه، نیرویی که شاید این نیرو بتونه خیلی از مشکلات آینده زندگی رو هم حل بکنه. این مشکلات آینده زندگی رو میسازه، مشکلات آینده زندگی رو حل نمیکنه. یعنی این مثل مشکل ساز میشه. بله، این مثل چی است؟ این طرف مثل یه معتاد است. خب معتاد چی شده؟ جسمش میلرزه،
چه فلان درد داره، هم داره، خواب نداره، آرام نداره، داد میکشه، فلان میکنه، دعوا میکنه. چیه؟ نیاز داره. نیاز به مواد داره. نیاز به این آرام بخش داره. اینو بهش دادین چی شد؟ آرام شد. برای چی قدر؟ برای مدت زمانی معین مشخص. دقیقاً. دوباره باز دوره چند مدت میگذره، دوباره همون را شما کاسه. آفرین. در این مسائل ازدواج هم اینطوریه. این طرف یه نوع انفعالاتی در داخلش به وجود اومده، این حرکت رو داری میکنه، میلرزه، خودکشی میکنم، فلان میکنم. حالا بیایم از با عقل این همین کاری این آقا رو ببینیم. این آقا کیه؟ این یا پسر است یا دختر خانومی. 20 ساله مثلا بگیریم. این 20 ساله یک مادری این رو تو آغوش خودش ترخوش کرده. یه پدری جون کنده برای این. تا دیروز قبل از اینکه با این فرد آشنا بشه، این پدر و مادر فرشته های زندگیش بودن، امیدش بودن، همه چیزش بودن. الان مدت زمانی 6 ماه، 1 سال، 2 ساله با یه دختری یا پسری آشنا شده. بله. این مدت کوچیک این فرد رو دگرگون کرده، به طوری که الان همین فرد پدر و مادری که رمز وفا بودند، رمز قربانی دادن و ایثار و گذشت بودند، زندگیشون رو 20 سالشون رو ریختن رو زیر پای این فرد، الان اینا رو به چشم دشمن نگاه میکنه. این بیماریه یا نیست؟ واقعا میبره. پس اینجا یه چیزی خللی وجود داره. توجیه پذیر نیست. حتی با یک عقل استوای اصلا کلا تمایلات مذهبی هم نگاه بکنیم، یه عقل سالم میگه کسی که 20 سال به تو خدمت کرده و زحمت کشیده و انقدر فداکاری میکنه برای تو، نه بعد در مجرد چند روز و چند تا محبت احساس دست. کی هستند یا این خانواده کی هست؟ این خانواده کسایی هستند که شما با اینو بزرگ شدی، خمیره شما اینجاست، همه رو میشناسی، همه احساسات و عواطفشون رو میشناسی، فلان میکنی. الان فکر میکنی اینا بعدشون میاد از تو، دشمنتن، نمیخوان که چی؟ که تو با کسی رابطه کنی که الان فقط ظاهرش رو میشناسی، از بیرون نگاه میکنمش. برای همین میگن عشق کی به وجود میاد؟ کی؟ آقا میگن که بهترین عشق در حالتهای استثنائیش بعد از 6 ماه از ازدواج امکان داره برای آدمهای خیلی پخته به وجود بیاد، و الا عشق بعد از 2 سال زندگی اول به وجود بیاد. یعنی تا 2 سال حداقل این احساس عشقی که ما ازش صحبت میکنه و واقعا یک نیروی ماندگاره و زندگی یک موتور محرکه برای زندگی میشه، احتمال داره تا 2 سال اول زندگی با انتخاب درست و موفق هم تجربه نشه. دقیقاً. آخه چرا؟ عشق یعنی چی؟ عشق یعنی اینی که من این طرف رو میخوام. خب اینم میخواد، این عاشق اولی هم میخواست که. خواستن بر مبنای چی میاد؟ خواستن بر مبنای شناخت میاد. خب من میرم این تلویزیونه رو بخرم. خب میرم این تلویزیونه هست، کنارش یه تلویزیون دیگه هست از این به اصطلاح به نظر من خوشگلتر نیست. خب اون یک کارشناس میاد میگه اونو بخر، این یه هفته بیشتر نمیره. خب اما برای من این خوشگله، من اینو میخوام. چرا من اینو میخوام؟ چون من این زرق و برقش خوشم اومده. کارشناس چرا میگه اونو بگیر؟ چون اون کارو میبینه. من یه تلویزیون میخوام، اون میخواد که من این کار تلویزیونم دوام داشته باشه، استفاده کنم. هم دوامشو میگه، هم کیفیتشو نگاه میکنه، هم شرکتی که ساخته رو نگاه میکنه. بیشتر هدفی که من دارم رو اون احساس میکنه با این وسیله برآورده تر میشه. برای چی مثلا پدر وقتی میاد میگه که پسرم این دختر درد تو رو نمیخوره؟ این پدر از کجا فهمید؟ پدر تجربه ازدواج این مادره رو داره. پدر امثال خودش و زندگی و جوونی رو که طی کرده، این مراحل پسر رو طی کرده، پخته شده، پخته روزگار شده. خب
بعد میاد میبینه که بله این ظاهر این دختره پسرمو گول زده، اما این دختر میدن کجاست، ساختش کجاست، خانواده رو هم مد نظر داره. این آقا پسر یا آقا خانم دختره رو ببین در این مسائل عشق اولین کسایی که باشون در ستیزن خانواده های خودشونن. یعنی چی؟ یعنی این اصلا نمیدونه زندگی یعنی چی. حاضرم این رو بگیرم حتی اگر پدر مادرم رو از دست بدم، حتی اگر خواهر برادرام رو از دست بدم، حتی خانواده رو از دست بدم، فرار میکنن میرن یه شایی دیگه. خب اینو بعد از مدتی میبینن ما دچار چه حماقتی شدیم. یعنی چی؟ الان نه پدر مادر داریم، نه خواهر برادر داریم، هیچ. فرزندامون عمو عمه ندارن، مادر بزرگ پدر بزرگ مادر بزرگا ندارن، دایی و خاله ندارن، پسر دایی و پسر خاله و پسر عمو اینا ندارن. ما شدیم تو یک بر برهوت. این رو بعد از یک مدت زمانی که میگذره تازه درکش میکنن. وقتی اینو درک کردن هر یکی در دیگری دشمن خودشو میبینه. تو بودی که من همه اینا رو از دست دادم. اون میگه نه تو بودی. الان چی شد؟ دعوا و گلاویز شدن و مشکلات تازه شروع میشن. الله تعالی همه ما شما رو نجات بده. بله. عشق پس کجا شد؟ عشق اینجاست که طرف میاد بعد از اینکه یک نوع تمایلی شد، با شناختایی شد، ازدواج صورت گرفت. قبل از این ازدواج یه شناختای سطحی هست. ما هر چه قبل از ازدواج سعی کنیم همدیگر رو نمیشناسیم، چون با هم زندگی نمی کنیم، تعامل نداریم. میگن آقا خیش ماست. بابا خیش تو ما باشید برادر با برادر فرق میکنه. 5 انگشت یک دست برابر نیستن. خب حالا که شناخت شد، الان من در مقابل یه واقعیت قرار گرفتم. اینجاست که منم که عشق رو میسازم. خب چطور عشق رو میسازم؟ عشق اول خوبی های طرف مقابل رو کشف میکنم. برای اینکه وقتی میگیم 2 سال، این 2 سال چی میشه؟ شناخت واقعی به وجود میاد. 2 سال طول میکشه تا دو طرف کامل همدیگر رو میشناسن. بعد از اینکه شناختن یعنی چی؟ یعنی اینجا رسیدن که آقا این طرف مقابل 200 تا سوژه خوب داره، در مقابل این 100 تا بدی داره، خصلت‌های ناجور داره. اما ما با هم گره خوردیم. خب اون که 100 تا داره و من هم 100 تا منم دارم، پس من میام خوبی‌های اون رو میبینم، اونم خوبی‌های منو میبینه، همدیگر رو برداشت میکنیم. خب ما برای هم ساخته شدیم و تو این مرحله اومدیم. الان دیگه احساس میکنم که باید از همدیگه لذت ببرن. اینجاست که لذت واقعی شروع میشه. با شناخت، با تجارب و با رعایت نقاط ضعف و قوت و پررنگ کردن نقاط قوت و نادیده گرفتن نقاط ضعف. نادیده نمیتونه که نادیده بگیره. یعنی سعی میکنه که در مقابلیم. ببین یه عزیزی داشتیم، این بنده خدا اگه زنش زن من میبود 50 بار تا حالا طلاقش داده بودم. خب چرا؟ خودش هم همین تو بود. چی میشد؟ این میومد تا داغ میکرد تا آخرین لحظه. من سعی میکردم که به صورت یکم آب سرد بریزم روش، فلان از شما بعیده، فلان فلان. یه مقداری نرم میشد، میرفتیم نماز عصر میخوندیم. بعد که میومد میگفت میدونی ها، حالا این قصه رو برای من شاید 200,000 مرتبه تعریف کرده بود که چی؟ روزی که من ازدواج کردم، صبح شب زفافم خانومم منو بیدار کرد، منو فرستاد نماز جماعت. این از یادش نمیرفت. حالا این خانومه 200,000 عیب داره، در مقابل این 200,000 عیب یک خصلت خوب داره که این خصلت خوب در این فرد، طبیعت اون فرد مهمه.
خب برای مثلا یک کسی دیگه این بیدار کرد میخواد از شرت خلاص بشه، میخواد نمیدونم چی کنه. نه، اون طبیعت دین شناسیش، حالا دین شناسی افراد هم فرق میکنه که بیایم روش. خب طبیعتش اینه که آقا اگر این زنه فرعون باشه، این کارو در حق من کرد، من اینو رهاش نمی کنم. این مدار عشق شده بود. خب اینا با هم دعوا میکنن، بله، سر کله هم دیگه رو میشکنن، اما وقتی که باز دعوا تموم میشه، آتش بس میشه، کیف میکنند از در کنار هم بودن. این میدونه که این زنیه که منو به بهشت میبره، اون میدونه که این مردیه که شوهر بهشتیمه. لذت میبرن زندگیشون. در زندگی بابا گلاویز شدن دیگه عادیه، نمک زندگی هست. خب طبیعت زندگی به هر حال زیر یک سقف بودن، به هر حال انسان انفعالات خاص داره، فلان، همیشه تفاوت شخصیت دو نفر با تمام به هر حال همراهیایی که داشته باشن، با تمام صفات مشترکشون، اما هر چندگاه یک اتفاق میفته. بعضی وقتا ما میایم اینجا، بعضی وقتا تفاهمی پیش میاد، ناراحتی پیش همین میاد. جوونای کارگردان بعضی وقتا میبینی برای ما نسکافه میارن، ببین واسه من آوردن امروز، واسه شما نآوردن. خب این نه، به من آوردن، من دادم، متهمش نکنید. اینا همه برمیگرده به چی؟ که تفاولاتی. حالا من یک موردی برای من به وجود اومده، ناراحت هستم، فلان هستم، آقا سلیمانی میاد شوخی میکنه، داد میزنم روش. خب این معناش این نیست که من باش مشکل دارم. خیلی وقتا همین انفعالاتتون برخواسته از اون محبت و توقعات بالاست که سبب میشه که انسان چون توقع داره، انتظار داره و میبینه که چیزی برخورد دیگری شد در مقابل اون توقع و انتظار، ناراحت میشه. تو شما نسکافه‌ای که حالا برداشتید، نوش جان بفرمایید، اجازه بدید با همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع و اینکه ما الان برای انتخاب با این توصیفاتی که جناب دکتر داشتن از موضوع عشق و اون برداشتی که ما از عشق داریم، احساس میکنیم که کسی رو واقعا عاشق هستی و این نیرو میتونه که تمام مشکلات زندگی آینده ما رو حل بکنه. وقتی که این نمیشه بهش اعتماد کرد، چطور اعتماد بکنیم برای انتخاب به همسر آینده و چه مواردی رو مد نظرمون باشه؟ برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة
الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه این هفته و موضوع همدم زندگی و رفیق عمر و شریک زندگی انتخاب است که چگونه انتخاب بکنیم. آقا پسری میخواد ازدواج کنه و میخواد که برای خودش همسری انتخاب بکنه شریک عمرش رو و زندگی و مهمترین انتخاب زندگی انسان بدون شک انتخاب همسره که انسان رو در دنیا و آخرت همراهی میکنه. انتخاب همسر برای آقا پسرها و دختر خانمها کار سختی است. چیکار کنیم تا در انتخابمون موفق باشیم؟ جناب دکتر، آقا پسری میخواد الان بره خواستگار و شاید چند گزینه هم دور برش باشه و الان میخواد انتخاب بکنه با اون توصیفی که شما از عشق داشتید که به هر حال چیزی به اسم عشق در معنای حقیقی و واقعیش قبل از ازدواج و حتی بعد از ازدواج تا چند ماه اول با تعبیر شما حتی تا 2 سال میتونه که تجربه نشه. یعنی پس ما نباید به این احساس فقط اکتفا بکنیم با مجرد این که من شخصی رو دوست دارم و احساس میکنم بدون اون نمیتونم زندگی بکنم. اگر این مبنای انتخاب من باشه شکست میخورم. وقتی که این مبنای انتخاب نیست، من پسری که میخوام برم خواستگاری چه مبانی باید مد نظر من باشه؟ چه نکاتی رو رعایت بکنم در انتخاب همسر خودم؟ خانمی دختر خانمی رو که میخوام با همسرم انتخاب کنم. من اولش با اینی که بعضیا فکر میکنن میگن آقا ازدواج دیگه شانسه، یه وقت میخوره یه وقت نمیخوره. تخم مرغ شانسیه باز کردی پوچ مثلا تخم مرغ یا هندونه است. ما رفتیم فشار دادیم جرقی زد گفتیم که آقا رسیده است. حالا هندونه هم جناب دکتر حالا این پرانتز باز کنیم انتخابش کمتر از انتخاب همسر نیست. کار سختی هندونه. البته باز میشون یه چاقو زد حداقل باطنش مشخص میشه باز مشکل حل میشه. ما هم نیاز است که اولا که من بازم نمیگم که مثلا هر کی رسید یا مثلا دختر خانم‌ها یا آقا پسرها از اون تصوراتی که دارن کم بیان. یعنی چی؟ من میگم کدوم تصورات؟ چه زنی رو میخوام بگیرم؟ تصور کن. خب حالا از این حرف ما دختر خانم‌ها و آقا پسرها خوششون میاد اما حقیقته. تصور کن که شما چراغ جادویی رو دادن دست شما. همین که گفتی عجی مجی لا ترجی، اون غوله میاد بیرون دستشو میبنده میگه بله آقای سلیمانی در خدمتم، بخوا که من چی میگن لبیک و سعدیک، نمیدونم من در خدمت شما هر چی میخواید بفرمایید.
بعد شما بیا به این قوله بگو که من یه زن میخوام یا یه شوهر میخوام با این مواصفات. اون مواصفات و ویژگی هایی که برای زنت با همسرت رفیق عمرت میخوای همه رو به اون قوله بگو. خب اونا رو بنویس که اگه فرصتی شد و قوله اومد فوراً دیگه نه فکر نکنی که چی بود چی میخواستم. یک دانشجویی داشتیم، این بنده خدا یه لیستی نوشته بود، حالا زبانش ترکی بود منم متوجه نبودم، یه لیستی نوشته بود. بعد دیده بودم که به اصطلاح این لیسته رو هر چند روز یه چیزی اضافه میکنه و حذف میکنه. ورزه خواهش میکنم. یه روز ازش پرسیدم این حکایت چیه؟ نگفت. هم اتاقیش خندید گفت من بگم. میگه اینا این آقا دیر وقته دنبال همسریه، الان این مواصفات زنشه. این تمام این جدول لیست ویژگی‌های همسر آینده است. بله. که میخواد بعد هر روزی میاد فکر میکنه که بابا این صفت اگر نباشه اشکال نداره بازم قبولش دارم. خب یکی رو کوتاه میاد کم کم. گفتم بهش که آخرش اگه به این به اصطلاح شیوه پیش بری آخرش میمونه که همه فقط زن باشه، جنس مؤنث باشه دیگه. شوخی میگردیم. من میخوام بگم که نه، کوتاه نیا. اون مواصفاتی که میخوای اونا رو بنویس. این چراغ جادویی هم دست خودته. توی خدای بزرگی داری، از خداوند همیشه بخواه، دعا کن دعای صادقانه که اون انسان صالح و پاکی که تو رو خوشبخت میکنه رو با همون صفاتی که میخوای، با همون بینیه نمیدونم پنیوکیویی و با همون گوشای نمیدونم چی و همون رو بخواه، میبینی که این برات تحقق پیدا میکنه. اون چیزی که میخوای بهش میرسی. در عین همین بحث و تلاشی که شما دارید دنبالش هستید و دعا، میبینی که کم کم یه واقعیت هایی برات رو میشه، یه چیزایی خودت از خودت میخندی، ناگفته کوتاه میایی ازش، عوضش میکنی، میبینی که نه اگر اون بینی نباشه یه بینی اونطوری تر باشه باز بهتره، اون چشای آبی اگر نباشه قهوه‌ای هم شد خوشگلتر نمایان میشه. وقتی اون طرف رو برات پیدا کردن یا پیدا کردی، اون وقت میبینی من دنبال این بودم، یه چیزی دیگه رو واسه خودم نقاشی کرده بودم. یعنی اینی که یک صفت‌ها، یک ویژگی‌هایی برای خودت داشته باشه، اما این ویژگی‌ها باید این مرزبندی داشته باشه، این معیارهایی داشته باشه. ببینید ما در ازدواجایی که داریم ببین چه ازدواجایی صورت میگیره. بعضی جاها هست اصلا تو روزنامه میدن پخش میشه، من یه دختر هستم یا پسر هستم، نمیدونم اینقدر طولم اینقدر، پهنام اینقدر، ارتفاعم اینقدر، نمیدونم کمرباریکم به صلاح کمربندی که میزنم 2.5 متره، کمرباریکم نمیدونم که اینجوری. یعنی چی؟ این افرادی هستن که دنبال جسم هستن، بر معیارهای، بر ارزش‌های جسمی طرف رو انتخاب میکنن. عاشق شدم چیه؟ همین بازوهاشو ببین انگور چی هست بسرا، از بازو و شکل و سینه و نمیدونم کمر و فلان و از این معیارها، این ارزش اینه. خب یعنی معیار انتخابشون ویژگی‌های جسمیه. یه کسی دیگه هست که من اینو میخوام. چرا؟ توی یه برنامه نشستی بودیم یه حرفی زد و این خیلی آدم با فرهنگه، یه معیارهای عقلی رو برای خودش، اینا همون افرادی هستن که چی هستن؟ بیشتر افراد فرهنگی ها هستن. خب دنبال یه کسی هستن که خوب حرف میزنه، سطح سوادش بالاست، اهل مطالعه است فلانه، اما وقتی میاد تو مسیر زندگی میبینه که این مدرک نمیتونه واسش بچه بزرگ کنه، این مدرک نمیتونه زندگی رو بچرخونه، این مدرک زن نمیشه. درک چیز دیگه، یه مدرک چیز دیگه.
حالا برای چی بیشترین آمار طلاق ها در بین کیا هست؟ افرادی که مدارک بالا دارن. این برمیگردیم این موضوع. یه فرد دیگه از ازدواج میکنه، میخواد فرار کنه از خونه. تو خونه است، جو خونه یه جو خفقان هست. حالا خفقان چطور؟ یا افراد داخل خونه به وجود آوردن، چند تا خواهرن با هم در افتادن، چند تا خواهرها ازدواج کردن، این تنها مونده. یا پدر و مادر همیشه حرفایی میزنن که این احساس میکنه، همینی که پدر و مادر میگن ای خدایا بخت این دخترمو باز کن. جلوی چی؟ یعنی اینی که دختره احساس میکنه که من سربارم. یا چشمای دیگران. دیدی بعضی از افراد خیلی فضولن، تا میاد خونه مهری خانم بله واسه این دختره چند تا بچه داره؟ دختر هنوز ازدواج نکرده. یه جوری نشونش میدن که تو موندی، وقتت گذشت، چی شد؟ هر جا میشینن چند تا بعضی دخترای نونو رو هم تو کسی رو میبینن ها آقا خانم شما چند تا بچه داری؟ نمیدونه که این ازدواج کرده یا نکرده فلان، یه طعنه میزن. این از چشم مردم میخواد فرار کنه. اصلا این مرحله عمر همچنین مسائل رو به وجود میاره، اصلا نفسانی این رو به وجود میاره. این مرحله جوونی رو ما اصلا اسمش رو میذاریم مرحله لختی. مرحله ای هست که به اصطلاح وقتی طرف به سن ازدواج رسید، جامعه با چشمی بهش نگاه میکنه انگار که این عریان هست. تا جوونی هست میبینی چند جایی که نشستند افرادی که حرف میزنن، بزرگترها فلانا، از ازدواج این حرف میزنن. یعنی چی؟ یعنی احساس میکنن که این آقا عریان است، دنبال لباسی باشید که رو بپوشونه. هم افراد حتی عموها و عموها و خویشا و اینا از طرف این احساس خطر میکنن. نه اینکه آدم منحرفیه، نه آدم خوبی هست، بیسته، آدم پایبند هست، اخلاق داره، فلان داره، اما چون که خونه من میاد، من دختر دارم، من به خاطر آبروی خودم میخوام که این زود ازدواج کنه تا مردم پشت سر من حرف نزنن. چرا یه آدم لخت اومد خونت؟ چرا میگم آدم لخت عریان؟ تعبیر قرآنی است. قرآن وقتی که به اصطلاح زن و مرد رو معرفی میکنه میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهم. شما برای اونا لباسید، اونا برای شما لباسن. پس یعنی اینی که این لباس نداره. خب این از این وضع خفقان میخواد فرار کنه. هر کی اومد خواستگاری در و زد، یه چشمکی زد، لبخندی زد، یه تمایلی نشون داد، عاشقشم. این در واقع عاشق نیست، این میخواد از اینو فرار کنه. خب حاضره که خودشو به هر بلایی بندازه. اینم گروه سوم. یه گروهی فقط ظاهر جسمی براشون مهمه، یه گروهی هم به مدرک و تحصیلات و اون چیزی که به اسم درک و فهم مطرح میکنن براشون مهمه. یه گروهی هم میخوان فقط فرار کنن از وضعیت موجود که راضی نیستن. خب یه گروهی دیگه هست که چی؟ گروه قبیله‌ای و نژادی هست. ما از قبیله فلان هستیم، فقط از همین قبیله ها ازدواج میکنیم. دخترم و پسرم هم که عقلشون تو آسمون وستن. ما این بعضیا هستن که به اصطلاح از همین دایره خانوادگی بیرون نمیرن. خب اما بعضیا هستن که ما عربیم فقط عرب میگیریم، ما فارسیم دختر به غیر فارس نمیدیم، ما کردیم کرد زن کرد میشه، پشتو زن پشتو میشه. خب اینا، این دختره الان توی یه محیطی هست که اینجا پشتو نیست، کمه، یا فارس نیست، کمه، هم قومشو کم پیدا میکنه. حالا یکی اومد میدونه که این بافت خانوادگی، بافت فرهنگی خانواده اینجوریه، این رفت دیگه میاد یا نمیاد؟ خب یکی پیدا کردیم از این موجوداتی که میخوان اینو بگیرش قبل از اینکه از دستت بره، فرصت ها کمه. چه کار میکنه؟ خب این یه نوع برخوردیه، هست تو جامعه هست. اینو واقعا واقعیت موجود جامعه است، نمیتونیم کتمانش کنیم. یه افرادی هست که میگن که آقا ما سیدیم، قبیله‌ای فامیلی فکر میکنن، ما سیدیم، غیر از سیدا دختر نمیدیم، دختر نمیگیریم. جالب اینجاست که در
پاکستان به سیدا احیانا افراد تو گوشی میگن که اینا دیوونن. چرا؟ میگن چرا؟ واقعیت هم داره، چون که همه ازدواجاشون خانوادگی فامیلی هست، میبینید خلا توشون زیاده، افراد مشکل دار توشون زیاده. البته این مال یک قشر خاصیه، فقط که یک تعصبات دارن دیگه، وگرنه کله نه، قشر خاصی چی هست؟ اینا همین افرادی هستند که نمیخوان از این غلاف بیرون بیان. آقا ما سیدیم. هر گروهی که فقط میخوان انحصاری داخل خودشون باشه این مشکل دارن. حالا میخوام خاص بکنیم نسبت به چیزی که دقیقاً میگم که مثلا بعضیا هستن که فامیلی فکر میکنن، اینایی که فامیلی فکر میکنن این مشکلاتو دارن. چون که ازدواجای فامیلی در خیلی موارد وقتی که تکرار میشه، نسل در نسل میره، بیماری های مشترکی هست. الان این بیماری خیلی کمه تو این فرد هم کمه، وقتی با هم میرسن 2 برابر میشه تو بچه‌ها. طبیعتاً خب نتایج پزشکی و به هر حال خب وقتی که جامعه این حرفو تو گوشی میزنه، بر مبنای اون چیزی میبینه که میبینه. خب یک تصور هست. یه بعضیا هستن که باز ریتم اجتماعی رو در نظر میگیرن. ما پول داریم، فقط به پولدارا دختر میدیم، ازشون دختر میگیریم. دیدشون باز اقتصادیه. ما بازاری هستیم، تاجر هستیم، دختر ببینید الان مثلا در حکومت ها، اونم حکومت هایی که ریتم پادشاهی دارن، مثلا ایران، اگر بری همه سردمدارای ایران رو بگیری، از آقای رهبر گرفته تا آقای پایینتر، میبینی همش از صفدر علی تا نمیدونم نقل علی، میبینی که همشون چی هن؟ گره خوردن با هم دیگه، لولیدن اصلا با هم. این دختر اونو گرفته، اون پسر اونو گرفته، اون همشون با یک خانواده هن. چرا؟ چون اینو منافع اقتصادی سیاسی اینا به اصطلاح اینا رو به این ریتم، اینا در زندگیشون خیلی مشکلات دارن. فکر نکنید این طرفی که میاد به اصطلاح جلوی ما لبخند میزنه همچنین، این 2 ساعت قبلش اونجا گریم شده میاد اینجا و نه حق انتخاب حتی طرف نداره برای همسرش، چون مجبوره اون چیزی رو که آقا براش انتخاب میکنه با اون ازدواج کنه. من این چیزی به شما بگم، حالا نمیخوایم سفره دلمو سیاسی بشه، اما بحث روانشناسیش، شما دیدید بعضی از فیلمایی رو میذارن که مثلا رهبر ایران هست نشسته، یه یارویی میاد شعری میگه که تو نمیدونم فلانی خوشحال میشه، احسن خیلی حرف خوبی، اوی خب ماشاءالله. این چیه؟ این بیانگر یک پیش زمینه از مشکلات هست. این فرد بیمار هست. خب اینجا الان یه فضای تنفسی میخواد پیدا کنه. بیماریش چی هست؟ مشکلات خانوادگی عمیق دارند اینا، دعواهای خانوادگی و نمیدونم پسر و دختر و فلانه. چرا؟ چون که مبانی اختلاف و ارزش‌های اختیارشون اینجوریه. حالا این چیزایی هست که تو جامعه هست، ما چه کار کنیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میاد برای ما یک معیار خوب میذاره برای ما که آقایون تنکح المرأة لاربع، معیارهایی که در جامعه هست. بعضیا زن میگیرن به خاطر مالش، ثروت و این 4 موردی که در حدیث ذکر میشه اون پررنگ‌تره. بعضیا قضیه حسب و نسب و این قضایی که گفتیم، طبقات اجتماعی و اینا رو نظر میگیرن، طبقات اقتصادی که در مالش هست. بعضیا میان اون خوشتیپی و جسم و این مسائل رو در نظر میگیرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه موردی رو مطرح میکنه که اون ارزشه، که آقا بیا فظفر بذات الدین تربت یداک، بیا معیارت رو ارزش قرار بده، ارزش ها رو معیار قرار بده. این آقا دیندار هست. دیندار یعنی چی؟ دیندار یه فضای بازی هست. در این حدیث دیگه باز این رو بیشتر بست میده، دینداری رو. دینداری چی هست یا رسول الله؟ میفرمایند که اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه.
خواستگاری اومد پیش شما، دینش رو قبول دارید، اخلاقش رو قبول دارید، بس داد. چرا اخلاق رو از دین جدا کرد؟ اخلاق جزئی از دین هست. یکی از ارکان دینه. الان که اخلاق از دینه، چرا از دین جدا شد؟ چون که این رو بیشتر، یعنی دینداری زیر اخلاق 2 تا خط کشید. از بین تمام صفاتی که در بحث دینداری هست برای زندگی مشترک و ازدواج، اخلاق رو باید بیشتر مد نظر داشت. خب دینداری رو گرفتیم، اخلاق رو گرفتیم، کافیه یا رسول الله؟ نه نه نه، من نگفتم که دیندار و خوش اخلاق و زن بدی. اینو باید داشته باشیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرمودن اگر دیندار خوش اخلاق اومد بهش زن بدی. فرمودن اگر شما دینداری و اخلاقش رو قبول دارید. یعنی چی؟ این میاره نکته ظریفیه، خیلی حرفه نه؟ حضرت فرمود صلی الله علیه وسلم که اگر کسی اومد که از دینش و از اخلاقش ترضونه راضی بودید فزوجو. خب یعنی چی؟ یعنی یه دیندار میاد من قبولش ندارم، دینشو قبول دارم، در نظر من دینش 20، اخلاقش 20، حالا ما میگیم 20 چون که 20 در ایران هست، حالا 100 بگیم، دینش 100 کامله. اون بهترینی که من میتونم تصور بکنم هست، بهترین در دینش، بهترین در اخلاق، اما برای دختر من مناسب نیست، من راضیش نیستم. این مشکل کجاست؟ الان مگر حضرت نفرمود که مثلا از دین و اخلاقش راضی بودید؟ این مشکل در طبیعت افراد هست. یه مثال بزنم. حضرت عمر فاروق در دینش کیه؟ در دینش کسیه که دیگه شیطان از خیابونی که این میره از اون فرار میکنن و حضرت فرمود اگر بعد از من پیغمبری میبود عمر بود. اصلا عمر در دین نه اون وقت تا روز قیامت یه معیار هست. یعنی اینقدر دینداریه که تا روز قیامت اگر کسی رو دیدی با عمر گره خورده این مؤمنه، اگر کسی رو دیدی از عمر جداست این شیطانه. چون شیطان از اون میگریخت. پس برابر هست. اخلاقش هم چه اخلاقی بهتر از اخلاق عمر، اما در طبیعتش که برخوردیش یکم قاطعیت، عزمی داشت، محکم داشت. زنای پیامبر امهات المؤمنین وقتی عمر می اومد درست میشستن، خانم ها در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم راحت حرف می زدن، سوالی چیزی، تا عمر می اومد همچین خودشون رو جمع می کردن که چی؟ این یک قاطعیت خاص داره. این عمر میاد خواستگاری کی؟ این هیبت و جذبی داشت که این چیزا رو سبب میشد. عمر و پیامبر هم اخلاقش رو قبول داره هم دیانتش رو قبول داره، اما به عنوان داماد برای دخترش قبولش نداره. چرا؟ چون این دوتا فرد با هم نمیسازن، این شخصیت ها با هم نمیخورن. این یه شخصیت قاطع، یک شخصیتی که به اصطلاح قدرت رهبریت داره، قدرت دیدیم دیگه. عمر نیاز نیست که ما براش به اصطلاح نیاز به تعریف نداره. در یه مدت زمان چند تا امپراتور رو قورت میده. خب در مقابلش چی هست؟ در مقابلش یه دختری هست که دختر کوچیک خانواده است، دختر نازنازی هست، سگولی خونه است، دختری هست که پدر تا میاد بلند میشه پیشونیشو میبوسه، دختری هست که در محیطی هست که همه، یعنی دختر یه پادشاه چطور عزیز در پیش همه. حالا مردم برای پیامبر جون میدن. بله. دخترش چقدر در بین مردم عزیزه. این دختر با این شخصیت نمیتونه بسازه، پیامبر رد میکنن. این به معنی تن در شخصیت عمر نیست، اما بحث ازدواج وقتی که مطرح میشه بحث تعامل و زندگی مشترک دو تا انسانه که زیر یک فضا در زیر یک چتر در سالها باید با هم زندگی بکنن و خلق و خوشون، رفتارشون، برخوردشون، شخصیتشون باید با هم بخوره. در مسائل به اصطلاح ازدواج مثلا میگیم که اگر کسی
بچه اول یه خانواده بود. اومد مثلا با دختر چندم یا دختر کوچیک یه خانواده دیگه ازدواج کرد. این ازدواج خیلی وقتا موفق میشه. برای چی؟ اولی با وسط آخر. وسط یا آخر. چون این غالبا حس سرپرستی و مدیریت داره. چون خودشو بزرگ میدونه، مسئولیت پذیریش بیشتره. دختر بزرگ خانواده با پسر بزرگ خانواده خیلی وقتا نه همیشه، اینا قانون نیست، اما غالبا نیاز به بحث داره. هر یکی رو باید وقتی که این انتخابو میکنیم باید شخصیت‌ها رو بیشتر دقت کنیم روی نکاتشون. برای چی؟ برای اینکه پسر بزرگ خانواده حس پدری داره، حس آمیریت داره. این کارو بکنید، این کارو نکنید. تا پدر دست پاشو گذاشت از خونه بیرون، این رئیسه. همیشه داداش بزرگه دیگه خب امر و نهی میکنه زیر دست یارو. دختر بزرگ خانواده مادره. اینم این حسا داره. این برای خودش هم سره. دقیقاً مادر دومه دیگه. و روی کوچیک‌ها هم دستور میده. وقتی که دو تا سر با هم میرسن دیگه اون وقتی که به کله ها به هم میخوره. میگن دو تا کله توی دیگ جوش نمیخوره. اما برعکس وقتی میگیم که به دختر کوچیک بیچاره اصلا در مسیر زندگیش عادت کرده بهش امر بشه، عادت کرده که یه بالاسری داشته باشه، اصلا در وجود بالاسری احساس امنیت میکنه، احساس سعادت میکنه. میبینید دخترای کوچیک همیشه میپرن تو به اصطلاح بغل خواهر برادرای بزرگشون، حرف اونا رو میرن. این به این ریتم تربیت شده. وقتی به اصطلاح پسر بزرگ خانواده‌ای رو میگیره، این خیلی انسجام به وجود میاره. چرا؟ چون در محیط خانوادگی ما 3 مرحله باید با هم برن. یه حس مادری باید در هر خانواده‌ای زن یه حس مادری رو احیانا بروز بده. چرا؟ چون شوهر نیاز به مادر داره. خیلی زیباست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از غار حرا میان چی هن؟ ترسیدن، پریشان، فلان، نگران. اینجا نیاز به چی دارن؟ نیاز به یک همدم دارن که نقشی رو ایفا کنه مثل نقش مادر. یا ابن العم. ببین خدیجه اینجا نقش مادری رو ادا میکنه، مثل یه مادر برخورد میکنه. یعنی چی؟ نمیگه که شوهرم، میگه یا ابن العم، پسرمو جان، هیچ نگران نباش، خداوند تو رو ضایع نمیکنه، تو این ویژگی ها و این خصلت ها رو داری، به دیگران میرسی، فلان میرسی. اینجا که نیاز به یک کسی هست که اون بار رو از طرف حمل بکنه، یه بار دلداری بده، کمش کنه این بار. خب زن هم نیاز به همچین مواردی پیدا میکنه. بله. یه مشکلی میاد، الان نیازی نیست که کسی بیاد تو سری بهش بزنه، نیاز به یک همسر نداره، نیاز به یک کسی داره که نقش پدری رو ایفا کنه. خانم اشکال نداره، این مسائل به وجود میاد، باید صبر کنیم، باید بسازیم، تو زندگی اینا به وجود میاد، اینا با هم انس میگیرن. یک بخشش هست. بخش مهمترش بخش دوتا همسره، تکامل پیدا میکنن، هم دیگر رو به اصطلاح به عنوان زن و مرد قبول دارن، نقش عاطفیش هست. خب اینا باید در هر فضای به اصطلاح خانوادگی باشه. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند که اگر کسی اومد که شما دینداریشو قبول دارید، یعنی این دینداریشو قبول دارید برای دینداری دخترتون، یعنی که احساس میکنید این آدم دیندار و این آدم دیندار با هم میتونن بسازن. هر دوتا دیندار با هم نمیسازن. باید من احساس کنم که این دوتا دین داری با هم میسازن. یعنی چی؟ چرا نمیتونن هر دوتا دیندار با هم بسازن؟ مگه فرق میکنه دین با دین؟ دینداری با دینداری فرق میکنه. دین با دین فرق نمیکنه، دینداری با دینداری فرق میکنه. چطور؟ یعنی برداشت افراد از دین فرق میکنه. دقیقاً. زاویه دید افراد با دین، زاویه فهم افراد از دین فرق میکنه. ما 3 نوع دینداری داریم. یه دیندار داریم که دینداریش ارزشیه. یعنی چی؟ یعنی اینی که دینو به عنوان مجموعه از ارزش‌ها، یک کتابی خداوند فرستاده به نام قرآن، این یک منظومه تکامل یافته است. بله.
من دین رو قبول دارم به عنوان عبادت‌های مختلف و عبادت‌های دین من همه زندگی من هست. یعنی نمازم عبادت، روزم عبادت، حج هم عبادت، جهاد هم عبادت، صله رحم هم عبادته، جزء زندگی من عبادته. کل زندگی من عبادته. همون قدر که برام لبخند زدن برای همسایه، برای دوست مهمه، همون قدر قضای دیگه مهمه. این دیندارش ارزشیه. یعنی همون قدر که نماز براش مهمه، صداقت مهمه. همون قدر که روزه براش مهمه، وفا مهمه. یعنی تمام ارزش‌های اخلاقی رفتاری براش عبادت. خب این یه نوع دینداریه. این دینداری با چه دینداری میسازه؟ با دیندار ارزشی. یعنی یک کسی مثل خودش اینا با هم اگر رسیدن، یک خانواده‌ای به وجود میاد که دیگه نبود، همه حسرتشو بخورن. خب و احساس سعادت، خوشبختی. حالا یه دینداری دیگه داریم. اون دینداری چی هست؟ دینداری رفتاری، سلوکی. اون چیه؟ فرقش با اولی؟ این کسیه که دین و شناختش از دین یه مجموعه از سلوک هست، یک مجموعه رفتاراست، شکل و قیافه است. یعنی یه سری عبادت‌های خاصی رو فقط به عنوان دین معرفی میکنه. یعنی این فرد امکان نداره روزه دوشنبه و پنجشنبهش قضا بشه، با اینکه واجب نیست. واجب نیست، همه سلوک رفتاره، باید این کار بکنه. این فرد امکان نداره. حالا مثلا کسی که روزه دوشنبه سه شنبه رو نمیگیره، پیش این فرد آدم فاسقی هست، دین نداره. یعنی اینقدر خودش به این مسئله پایبنده و اهتمام داره و این براش مهمه که کوتاهی در این اصلا تحمل نمیکنه. این فرد نماز به صورت تهجدش قضا نمیشه. وقتی میاد پیش شما میشنوه که شما نماز تهجد یه روزای قضا میشه، میگه تو آدمی؟ تو مسلمونی؟ همین فرد با پدر مادرش مشکل داره. عجب. صله رحمش اونجور که باید نیست، نصفش هم نیست. دروغ هم میگه، بدقولی هم میکنه، غیبت هم میکنه، تو اینا مشکل نداره. دینش ارزش نیست. دینش چی هست؟ یه جمله از سلوک و رفتارهایی که اینها رو میدونه که این شکل و قیافه دین اینه. یعنی دین فقط براش در یک محدوده معین و مشخصی تعریف شده، کل تمام ابعاد زندگیشو در بر نمیگیره. خب این فرد یعنی شکلیات و ظاهر دین رو گرفته. الان تصور کنیم ما اومدیم یه فرد دیندار، حالا این دینداریش خوبه یا نیست؟ این در این محوطه خودش خوبه، بیسته، در اون جایی که انجام میده قابل تمجیده، اما در مسائلی که به اصطلاح درکش به اونجا نرسیده فکر نمیکنه اون از دینه. وقتی میگی عبادت فوراً ذهنش میره به چی؟ به نماز و روزه و حج و زکات و اینا، بس مسجد و قرآن و همین. اینا رو ما خیلی تو جامعه داریم، زیادن خیلی. میبینی آقا تاجر هست، بازرگان هست، دروغ هم میگه، ریشش هم داره. شاید حتی بعضی وقتا کم فروشی و بد فروشی هم داشته باشه. کم فروشی و بد فروشی میکنه، تا از آن شنید فوراً جلوی دکانش مینویسه رفتیم برای نماز. جنس تقلبی رو هم به اسم این و اون جنس اصلی میفروشه، نمازش هم ترک نمیشه. این به خاطر چی هست؟ به خاطر اینی که فهم درست از دین نداره، دینداریش ارزشی نیست. خب الان تصور کنیم ما اومدیم یه آقا پسری که دینداریش سلوکی هست، این رو ازدواج دادیم با یه دختر خانومی که دینداریش ارزشیه. این آقا پسر روزه دوشنبه سه شنبه پنجشنبهش قضا نمیشه. این دختر خانم احساس میکنه که من اگر روزه نگیرم سرحالترم، میتونم در این مدتی که به روز دوشنبه کارهای بیشتری بکنم. من چون استادم باید به اصطلاح سرحال باشم تو کلاسم، نمیدونم چون فلان کار رو میکنم در این روز من نشاط من در فعالیت‌های دیگه من کنها رو عبادت میدونه بیشتره و مهمتره از این روزم، مهمتره دیگه، این نافله است براش. این پسر میاد میگه این چه دختریه که من گرفتم؟ این یه فاسقه است، این بیدینه. چرا بیدینه؟ بابا دوشنبه رو روزه نمیگیره، تهجد نمیخونه. یا برعکس دختره تهجد میخونه، پسر خوابیده خور و پوفش، چرا بلند شو؟ میگه فردا میرم سر کار.
خاک به سرت بشه، بلند شو میگم نماز تهجد تو بخون. بعد میره پیش با مامانش گریه میکنه که چی آدم فاسقی رو به من دادید، من اینجا که بودم با شما نماز تهجدم قضا نمیشد. اون اصلا یعنی خیالش اصلا نمیدونه تهجد کی میخونن. خب این دوتا با هم نساختن، هر دوتا دیندارن. یه دینداری دیگه هست، دینداری انفعالی است. یعنی چی؟ یعنی این زودی رنگ میگیره، زودی هم رنگ میبافه. دینداریش جوگیریه، جوگیر میشه. هر وقت جوگیر شد دیندار جو خوابید دوباره همون آدم قبلی. یه دوستی داریم خودش دینداریش ارزشیه، خانمش دینداریش انفعالیه. اینا همیشه مشکل دارن. خانمه گیر داده این شوهره رو که تو آدم فاسق فاجر. حالا این شوهره کیه؟ این شوهره یه عالم هست، یه دعوتگر 20 هست، یک نمیدونم انسانی هست که میگم که اصلا این باید در زمان صحابه میبود. خب خانمش انفعالی هست، گیر داده اینو که تو باید بری جهاد، تو که جهاد نمیری فاسق هستی، تو که نمیدونیم فلانی علانی. همین خانمه میگه وقتی میریم بازار خرید، میگه که من این یخچالو میخوام. خانم جان حالا خب ما خانواده کوچیک هستیم، این یخچالو میخوایم چی کار؟ میگه که یخچال عادی، من که ما از یخچال چی میخوایم؟ نه این آخرینه که تو بازار اومده، آخرین مدله. این در زندگیش دنبال آخرین مدل هست، در لباسش باید آخرین مدل باشه، طلا و جواهراتش باید آخرین مدل باشه. انفعالات دینیش رو ببین و شیوه زندگیش رو ببین. حالا این فرد که دینداریش ارزشیه، این براش طلا با مس با آهن پاره هیچ فرقی نمیکنه. بابا این زردی رو میخوای تو، حالا این قیمتش 2 تومن بیشتر نیست، همون شکل و قیافه رو داره، به خدا این هنگه خوشگل‌ترم هست. نه این طلاست، این آلماسه. بابا من چی میدونم این آلماسه یا خرماره است، همه مثل همن. این براش این چیزا از اینا رو ببین خیلی مشکل براشون پیش میاد. اینه که کسی که دینداریش رو قبول دارید با دینداری مثلا دختریتون یا پسریتون. خب اینا رو چطور میشه تشخیص داد راجع به دکتر؟ مثلا یک کسی میخواد انتخاب بکنه، من نوعی از خودم مثلا احساس میکنم که حالا دینداری من ارزشیه یا انفعالیه یا سلوکیه و طبیعتاً برای موفقیت در انتخاب خودم باید سعی بکنم کسی رو تا حدودی نزدیک خودم انتخاب بکنم از لحاظ دینداری. خب چطور میشه شخص مقابل رو سنجید که چجوری هست؟ خب حالا به ما حق میدید که در ابتدای برنامه گفتیم یه عشق وهمی هست، اون کسی که هرچی حرفی رو میزنه این به معتاد باید بیشتر شما چنان ما رو بردید تو بحث مسائل مهم که اصلا اون عشق یادمون رفت اصلا که عشق کجا بود و چی بود. ما برای رسیدن به این نیاز هست چیکار کنیم؟ یه دید طولی داشته باشیم، یه دید عرضی داشته باشیم، یه دید عمقی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوام برای پسر یا دخترم همسر بگیرم، میام چیکار میکنم؟ اول طرف رو ورانداز میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصرار دارن که وقتی زن میخوای بگیری اول باید ببینش. یعنی چی؟ منم صورتشو ببینم؟ یعنی چی؟ نه فلینظر الی ما یدعوه، یعنی نگاه کنه به اون چیزایی که اون رو تشویق میکنه به ازدواج با اون. چی؟ من رفتم اول، یعنی اون چیزی که من رو تشویق میکنه این دختر رو بگیرم از من تا شما فرق میکنه. خب در نگاه اول احساس میشه که جمال و زیبایی ظاهری مراد است. نه خیر، این برداشت ماست. اون چیزی که باعث میشه که من این رو قبول کنم به عنوان شریک زندگی، به این نگاه کنم. یه کسی هست که گفتیم که جمال و زیبایی براش مهمه،
یک کسی هست که آقا در کنار جمال زیبایی اگر جمالش کم بود، عقلیت و درایت و پختگیش بیشتر بود، این رو بیشتر بها میده از جمال. هر یکی با دید مختلفی به طرف نگاه میکنیم. هر یکی معیارها و ارزش‌هایی که در نظرش هست با دیگری فرق میکنه. واسه همینه که شما یک کسی رو میبینید خیلی خوشگله، یه جوون خوشتیپ، میبینی یه دختری رو گرفت که اصلا به هم نمیسوزن در شکل قیافه، چنگی به دل نمیزنه در جمال، اما این همینو میخواد، غیر از اینو نمیخواد. چرا اینو میخواد؟ با اینکه شاید همین آقا پسر خاطرخواهی بیشتری هم داشت از دختره که خیلی زیباتر از اینه، یا عکسش. چرا اینو خانمی هست اینو خواستگارایی داره که خیلی بهتر از اونن. اما چرا اینو گرفت؟ چون که این دید، زاویه دیدش فرق میکنه. یک کسیه که زاویه دیدش زرق و برق هست، یک کسی هست که زاویه دیدش پختگی عقلی هست، یک کسی هست که زاویه دیدش دیانت هست. در خود این دیانت نحوه دید دین فرق میکنه. آقا چرا اینو قبول کردید؟ خیلی با حشمت هست این دختر خانم، لباسش خیلی خوبه، حجابش خیلی این دین رو حجاب میدونه. کسی دیگه هست میگه آقا اینو والله پسر خوبیه، سیگار نمیکشه. این چون که در یک محیطی هست که همه سیگاری اند و این به تنگ اومده، تا یک کسی رو دید که سیگار نمیکشه میگه او همینه، دیندار است، سیگار نمیکشه. یک کسی دیگه هست که میگه که آقا شراب نمیخوره، سیگار کشیدن براش مهم نیست، شراب نمیخوره خیلی مهمه. چرا؟ چون که این یه فرهنگی اومده که این رو مجبور کرده. این باز یک کسی هست که نه، اینجوری وراندازش میکنه. واسه همین دیدن هست در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیومده چند بار دیدن هست. یعنی چی؟ یعنی من میخوام این دختره رو ببینم، دیدمش یه چیزایی، حالا اون چیزی که باید بود و ندیدم. خیلی دخترها هستن مثلا همین که میان میشینن، یا پسرها هم، خب صندوقش کلیدش دهنشه، تا ساکت نشسته عین ما هست، تا دهنشو وا کرد دیگه از دل آدم میره. خب من میخوام حرفشو بشنوم. یه بار میرم بله زراندازی کردم، یه بار دیگه به یه بهانه دیگه میرم، خب حرف بزنم، سطح عقلشو ببینم. دختر خوشگله اما لاله. من چطور بفهمم لاله؟ دختر خوشگله یا پسره اما یکم خله، چطور بفهمم خله تا باش حرف نزنم؟ خب در این محیطی خانواده ها باید این فضا رو به وجود بیارن. فضا بدور از خلوت. خب نشستن مثلا پدر مادر همه نشستن، حالا پدر زرنگ چیکار میکنه؟ بلند میشه میره تو اتاق دیگه، دنبال بهانه‌ای نمیدونم کسی تلفن کرد تلفنشو برمی‌داره میره. خب حالا برادر کوچیک هست، خواهر کوچیک هست، مادر هم به بهانه‌ای میره بیرون که اینا راحت‌تر بتونن با هم حرف بزنن. خب این تا چی؟ تا این طرف میلان پیدا کنه به ازدواج. ما با هم میسازیم، ما میتونیم جفت همدیگه باشیم. خب پس یکی اینی که دینداریش مناسب باشه، یکی هم اخلاقش خوبه. از کجا فهمیدم خوبه؟ معیار خوبی و بدی اخلاق چیه؟ از کجا بدونیم؟ الان مثلا یکی از دختران بود به سلام خواستگاری براش اومده بود. اول تا گفتم که به اصطلاح این خواستگارش از فلان منطقه است، گفت ببخشید من اینو نمیخوام. چرا نمیخوای؟ چون باباش از همون منطقه بود. باباش خیلی آدم عصبانی، این فکر میکنه هر کسی از اون منطقه باشه عصبانی نیست، همیشه مشکل سازه، دعوا میکنه فلان میکنه. این الان بهش بگی کی رو میخوای؟ میگه میخوام یک کسی که اخلاقش این باشه که عصبانی نشه، نرم خوب باشه. این معیار فرق کرد. این حالا یک فرد نرم خوب باشه، حالا هر چه بدی هم داشته باشه قبولش داره.
میتونه باش بسازه با توجه به سابقه زندگی فردی خودش. من پدرم میدونم که دختر من چه دختریه یا پسر من چه پسریه. میبینم پسرم یک وقتی از کوره در میره زمین و زمان رو به هم میشکنه. حالا من دنبال چه دختری باشم؟ دختری مثل همین خود 2 تا خروس جنگی رو میارم تو یه قفس ببین چی میشه. اما اینجا من نیاز به چی دارم؟ نیاز به یک کسی دارم که حلیم باشه، بردبار باشه. از یه خانواده‌ای میگیرم، از یه دختری رو برای پسرم انتخاب میکنم که وقتی پسرم از کوره در رفت اون دیگه مثل یخ باشه. اونم دیگه از کوره در نره. اینجاست که دیگه این یه نوع توازن به وجود میارم. اینه که تردان خلقه مهم هست. یعنی چی؟ یعنی اخلاقش رو برای اخلاق دخترتون یا برای اخلاق پسرتون راضی هستید براش. پس حالا جناب دکتر، بخاطر اینکه ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، اگه میخوایم نتیجه گیری بکنیم در بحث رضایت، ما وقتی که از کسی میخوایم خواستگاری بکنیم یا خواستگار اومد، دینش و زاویه دیدش به دین و نحوه تمسکش به دین برای ما باید مهم باشه و علاوه بر این موضوع اخلاقش و تناسب اخلاقش با پسر و یا دختر خودمون، که آیا اینها با توجه به شخصیت اخلاقی و دینی فرزند من ببینم که طرف مقابل هم اون شخصیت دینی و اخلاقی و برداشتی که از دین و اخلاق داره با این دوتا میتونن با هم میان یا نه. اجازه بدید به همین قدر فعلا در این برنامه اکتفا کنیم، چون از بینندگان عزیز هم سوالهایی داشتیم. من فقط به یکیش حداقل اشاره بکنم، چون الان حجان میگه قول دادم که پاسخش رو در این برنامه دریافت کنن و انشاءالله ما به همراه شما بینندگان عزیز این مسیر رو ادامه خواهیم داد و مسیر ازدواج رو دیگه آغاز کردیم. حالا بحث خواستگاری و نحوه خواستگاری نکاتی که مهم است، باقی مطالب در برنامه بعدی و برنامه‌های بعدی که انشاءالله مسیر رو خواهیم رفت باشه. ما همچنان با دوره نامزدی و دوباره 4 سال پیش بود جناب دکتر فکر کنم ما بحث خواستگاری و ازدواج رو آغاز کردیم و شاید خیلی از بینندگانی که الان بیننده ما هستن اون موقع در ابتدای راه سفره دل که ما شاید 100 و چند قسمت، شاید 150 تا هم شده باشه آرشیومون، اون موقع ها شروع کرده بودیم. دوباره این مسیر رو به همراه شما عزیزان در هفته‌های پیش رو ادامه خواهیم داد و سوالات، نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون هم حتما برای ما در میون بگذارید که در برنامه مطرح بکنیم. جناب دکتر برادر عزیزی گفتن که 5 سال بود دختر داییم رو دوست داشتم، بعد از 5 سال از دستش دادم و همه راضی بودن، فقط مادرم در این سن، در سن ازدواج من که 18 سالم بود موافقت نکرد. یعنی الان 1 سال میشه ولی الان خیلی روحیم ضعیف شده. من تا موقعی که این دختر داییم رو دوست داشتم حتی به خودم اجازه نگاه کردن به هیچ دختری جزشون نمیدادم، ولی بعد از اون خیلی روحیم ضعیف شده. چیکار کنم که با این روحیه‌ای که دختره پدرش و مادرش هم موافق بودن به جز مادر من، الان هم ازدواج کرده و دیگه روحیه اولیه رو ندارم برای ازدواج بعدی و اون عشقی هم که داشتم هنوز مقداری باقی مونده و همه چیز در زندگیم ضعیف شده، دید من نسبت به همه چیز در زندگی. و حتی گفته که ایشون فرمودن در ایمانم هم، در تحصیلم، در حوصله‌ام در زندگی همه چی عالی بود، اما احساس میکنم که اینها همه به خاطر اختلاف مادرم و عدم مخالفت ایشون با ازدواج حتی حوصله درس خوندن هم ندارم. الان من پیشنهاد شما چیه که چیکار بکنم؟ یعنی من فهمیدم که ایشون دختر داییشون رو 5 سال می‌خواستن، مادر خودشون مخالف بوده. دختره الان ازدواج کرده رفته و ایشون تو همون احساس وهمی خودش هست. اون علاقه و احساس رو میگن تاثیرگذار بوده، یعنی تا حدودی ظاهرا پذیرفتن ولی میگن الان دیگه نمیدونم چیکار کنم. تاثیرش در روحیم سبب ضعف ایمان و تعبیر خودشون اینه که با تحصیل و کلا فعالیت‌های زندگیم داشتم. ما در ابتدای برنامه چی گفتیم که یه نوع اعتیاد هست، یه نوع هورمونایی توش فعال شده. 5 سال هم طولانی بوده. میزنه. ببینید اولا این دختره مال تو نبود، اساسا مال تو نبود. این گفتنش برای من و شما جناب دکتر آسونه، ولی برای کسی که 5 سال به قول شما این احساس رو تجربه کرده والا سخت شنیدنش. ببینید ما حداقل از یه شغال باید عاقل‌تر باشیم. شغاله هی چشش مونده بود به همون به اصطلاح انگوره، چه انگوریه به من برسه فلانه، دست زد اینور اونور، دید آقا مال من نیست نمیرسه، فشت انگور ترشی ها.
ما خودمون رو یه مثالی داریم تو فرهنگ ما، حداقل از سوال باید بابا این مال تو نبود رفت. خب حالا من چه کار کنم؟ من باید این طرف رو اصلا کلن باید من ببینید، خاصتا این آقا مرده، یه مرد ویژگیش اینه که شکست رو قبول نمیکنه. این مال من نبود، من اگر خودم رو به این پیله کنم یعنی من شکست خوردم. بابا تو این دنیا چقدر دختره تو پیله کردی به یکی، این نشونگر این است که تو ضعیف هستی، باید نشون بدی که مردی. اصلا این دختره اگر میخواست به تو میگفت نمیخوام، میگفتی من تو رو نمیخوام. الان رفته، از دست رفته، چش دوختی به مال دیگران، این که بده. خب الان باید بیایی و نشون بدی که تو مردی و خصلت مرد اینه که میره بهتر از اونش رو پیدا میکنه، بهترش رو میگیره. فقط تو یک کم بجنبی فکر کن مرده، فکر کن رفت، به هر حال از دست رفت. اگه میمرد چیکار می‌کردی؟ به خودت بگو که آقا این انگوره ترش بود، من اصلا اینو نمیخواستم. به خودت بگو من نمیخواستمش، نه اینکه الان نمیخوام، از اول نمیخواستمش. خب برو دنبال یه ازدواج، حتما موفق میشی، چون که تو مردی. اما نیاز هست که خودت رو یکم بازیابی کنی دیگه. اینجوری افتاده و رو به اصطلاح خودت رو زیر پا انداختن، این دیگه شایسته شما نیست. همچنین آقا رسول از ایران و عایشه خانم هم تشکر کردم. من تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خودتون هستید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید. حتما تشکر میکنم جناب از حضور شما در این برنامه. هم موضوع رو به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد. بیاری الله متعال در برنامه‌های بعدی اگر لقا و بقا مقدر بود. و در پایان تشکر خاص از احمد جان و از محمد و از فرید و منیر احمد عزیز در بخش کنترل. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.